تصور کن روزی فرا برسد که ثروت، خوشبختی و برکت ناگهان از جهان ناپدید شود. نه فقط از زندگی انسانها، بلکه حتی از قلمرو خدایان. تصور کن پادشاهان قدرت خود را از دست بدهند، سرزمین‌ها خشک شوند و حتی خدایان نیز در برابر سرنوشت ناتوان بمانند. اما اگر به شما بگویم طبق افسانه‌های باستانی هند چنین روزی واقعا اتفاق افتاده است چه؟ و اگر به شما بگویم پشت این ماجرا الهه‌ای قرار داشت که میلیون‌ها نفر هنوز هم او را می‌پرستند؟ الهه‌ای به نام لاکشمی. اما آیا لاکشمی واقعا فقط الهه ثروت بود؟ یا رازی بسیار تاریک‌تر در پشت این نام پنهان شده است؟ امروز سفری خواهیم داشت به یکی از اسرارآمیزترین داستان‌های اساطیر هند، داستانی که حتی امروز نیز میان پژوهشگران، عارفان و سنت‌های کهن محل بحث است. پس تا پایان همراه ما باشید، زیرا هرچه جلوتر برویم داستان عجیب‌تر خواهد شد. سقوط خدایان. هزاران سال پیش، در زمانی که خدایان بر جهان فرمانروایی می‌کردند، این را فرمانروای خدایان در اوج قدرت قرار داشت. هیچ دشمنی توان مقابله با او را نداشت. قلمرو خدایان در شکوه و عظمت غرق شده بود. اما طبق افسانه ها، همان چیزی که قدرتمندترین موجودات را نابود می کند، آرام آرام در قلب این را نیز رشد کرد. غرور. روزی عارف بزرگی به نام دورواسه هدیه‌ای مقدس برای این را آورد، حلقه‌ای که گفته میشد حامل برکت الهی است. اما این را ارزش واقعی آن را درک نکرد. او حلقه را با بی‌اعتنایی بر سر فیل سلطنتی خود قرار داد. فیل نیز لحظاتی بعد آن را به زمین انداخت و زیر پا له کرد. سکوتی سنگین همه جا را فرا گرفت. دورواسه خشمگین شد و نفرینی را بر زبان آورد که قرار بود سرنوشت جهان را تغییر دهد. از همان لحظه برکت شروع به ترک کردن جهان کرد. خدایان ضعیف شدند. زمین حاصلخیزی خود را از دست داد. رودها کم آب شدند و چیزی از جهان ناپدید شد که همه موجودات به آن وابسته بودند. لاکشمی، الهه برکت، الهه شکوه و الهه فراوانی. با ناپدید شدن لاکشمی تعادل جهان از هم پاشید. خدایان درمانده شدند و سرانجام به ویشنو پناه بردند. اما پاسخی که دریافت کردند عجیب بود. ویشنو گفت تنها راه بازگرداندن برکت هم زدن اقیانوس کیهانی است. اقیانوسی که گفته میشد اسرار آفرینش را در اعماق خود پنهان کرده است. اما مشکلی وجود داشت. خدایان به تنهایی توان انجام چنین کاری را نداشتند. برای همین اتفاقی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. خدایان و دشمنان قسم خوردهشان، آسوراها، مجبور شدند با یکدیگر متحد شوند. کوه عظیم ماندرا را به عنوان محور انتخاب کردند و مار غول‌پیکری به نام واسوکی را به دور آن پیچیدند. سپس بزرگترین عملیات کیهانی آغاز شد، هم زدن اقیانوس شیر. اما چیزی که قرار بود از اعماق اقیانوس بیرون بیاید بسیار عجیب‌تر از تصور آنها بود. اکثر مردم تصور می‌کنند نخستین موجودی که از اقیانوس بیرون آمد لاکشمی بود، اما در برخی روایت‌های کهن ماجرا کاملاً متفاوت است. پیش از ظهور الهه برکت، چیزی تاریک‌تر از اعماق اقیانوس بیرون آمد. آلاکشمی، موجودی که نماد فقر، اختلاف، حسادت، بدبختی و آشوب بود و اینجاست که نخستین راز داستان آغاز می شود. اگر لاکشمی نماد خوشبختی و فراوانی است، پس چرا آلاکشمی زودتر ظاهر شد؟ این پرسشی است که قرنها ذهن عارفان و مفسران را درگیر کرده است.
برخی معتقد بودند این فقط یک داستان نیست، بلکه پیامی پنهان در دل اسطوره هاست. پیامی که میگوید انسان پیش از رسیدن به نور ابتدا باید با تاریکی روبرو شود، پیش از موفقیت شکست را تجربه کند و پیش از برکت آشوب را بشناسد. اما این تنها راز داستان نبود. بسیاری از مردم فقط ظهور لاکشمی را میشناسند، اما کمتر کسی میداند که در برخی روایت‌ها تمام ماجرای هم زدن اقیانوس شیر به دلیل ناپدید شدن او آغاز شد. گویی جهان بدون حضور لاکشمی نمیتوانست به حیات خود ادامه دهد. اما سوال اصلی همچنان باقی میماند: چرا او جهان را ترک کرد؟ آیا فقط یک نفرین ساده دلیل این اتفاق بود؟ یا علت عمیق‌تری در پشت این ماجرا پنهان شده است؟ پاسخ اسطوره‌ها شگفت‌انگیز است. نه جنگ، نه شیطان، نه جادو، بلکه غرور. در این روایت‌ها بزرگترین دشمن برکت فقر نیست، غرور است. همان نیروی نامرئی که باعث شد حتی خدایان نیز لاکشمی را از دست بدهند و شاید به همین دلیل است که این داستان پس از هزاران سال هنوز زنده مانده است. زیرا هشدار آن فقط برای خدایان نبود، برای انسان‌ها نیز بود. در بعضی روایت‌های محلی هند آلاکشمی صرفاً دشمن لاکشمی نیست، بلکه خواهر اوست. دو نیرویی که همیشه با هم وجود دارند. یکی ثروت را می‌آورد، دیگری آن را از بین می‌برد. این روایت دیدگاه بسیار تاریک‌تری ارائه می‌دهد. هر جا لاکشمی باشد، سایه آلاکشمی نیز چندان دور نیست. یکی از لقب‌های لاکشمی چانچالا است، واژه‌ای که معنای عجیب دارد: بیقرار، ناپایدار، همیشه در حال حرکت. لقبی که تصویری کاملا متفاوت از الهه ثروت ارائه می دهد. الهه‌ای که به هیچ کس تعلق ندارد. الهه‌ای که نمی توان او را در اختیار گرفت و هیچ تضمینی وجود ندارد که برای همیشه در کنار کسی باقی بماند. امروز بیشتر مردم لاکشمی را الهه پول می دانند، اما در قدیمی ترین سنت های هند ماجرا بسیار پیچیده تر است. لاکشمی فقط نماد ثروت نبود، او تجسم مفهومی باستانی به نام شری بود: شکوه، زیبایی، اقتدار، هماهنگی و برکت. در این نگاه پول تنها یکی از جلوه های کوچک این مفهوم عظیم محسوب می شد. در برخی سنت‌های کهن هند باور عجیبی وجود داشت. آنها می‌گفتند هیچ امپراتوری ناگهان سقوط نمی‌کند. پیش از فروپاشی لاکشمی آن سرزمین را ترک می‌کند. ابتدا برکت از میان می‌رود، سپس ثروت، بعد قدرت و در نهایت سقوط فرا می‌رسد. به همین دلیل بسیاری از فرمانروایان باستانی بیش از دشمن خویش از دست دادن برکت هراس داشتند. و اکنون آخرین راز این است، پرسشی که قرنها میان اندیشمندان و عارفان مطرح بوده: آیا لاکشمی واقعا یک الهه است یا چیزی فراتر از آن؟ چرا لاکشمی روی نیلوفر ایستاده است؟ بیشتر مردم این تصویر را فقط یک نماد زیبا می دانند، اما در فلسفه هندو نیلوفر از گل و لجن متولد می شود و با این حال پاک باقی می ماند. برخی مفسران می گویند این تصویر پیامی مخفی دارد. در نمادشناسی باستان آب مرداب نماد جریان ناآرام ذهن، احساسات و تغییرات مداوم دنیاست. اگر کسی پایش را مستقیما روی آب بگذارد غرق می شود. نیلوفر با برگ‌های پهنش روی این آب ناآرام ایستاده و یک سطح کاملا ساکن، پایدار و محکم ایجاد کرده تا لاکشمی بتواند روی آن بایستد. ثروت و برکت لاکشمی یک انرژی بسیار فرار و ناپایدار است. این انرژی برای اینکه در زندگی فیزیکی تو ماندگار شود نیاز به یک بستر کاملا ساکن دارد.
این بستر همان سکوت مطلق ذهن توست. تا زمانی که ذهن تو مثل آب طوفانی مرداب پر از سر و صدا و آشفتگی باشد، لاکشمی روی آن بند نمی شود. نیلوفر یعنی ایجاد یک پلتفرم سکوت در میان آشفتگی های دنیا. لاکشمی از درون این گل متولد می شود و روی آن می ایستد. این تصویر می گوید ماده و طلا از هیچ یا از همان خلأ اولیه خلق می شوند. نیلوفر هزار برگ در بالاترین نقطه وجود انسان نیز همین کارکرد را دارد. وقتی آگاهی فرد در مرکز نیلوفر، نقطه صفر و سکوت بدون فکر مستقر می شود، کانال های تجلی باز می شوند. ایستادن لاکشمی روی نیلوفر یعنی قدرت خلق ماده در مرکز سکوت و خلأ خودت ایستاده است. تو نیازی نداری دنبال ثروت بدوی. اگر بتوانی بستر نیلوفر سکوت درون را فراهم کنی، ثروت خود به خود بر برکت این سکوت ظاهر خواهد شد. و آیا لاکشمی می تواند نفرین کند؟ بیشتر مردم لاکشمی را فقط الهه مهربان می شناسند، اما در برخی پرانه ها خروج او از یک مکان خود نوعی نفرین تلقی می شود. یعنی لاکشمی معمولا مجازات نمی کند، بلکه صرفاً می رود و همین رفتن کافی است تا فروپاشی آغاز شود. برخی او را شخصیتی الهی می دانستند، اما برخی مکاتب عرفانی معتقد بودند لاکشمی اصلاً یک موجود مستقل نیست، بلکه نیرویی کیهانی است، نیرویی که نظم، فراوانی و شکوفایی را در جهان حفظ می کند، نیرویی که می تواند ظاهر شود و همان گونه که آمده است ناگهان ناپدید شود. و شاید به همین دلیل است که پس از هزاران سال داستان لاکشمی همچنان زنده مانده است. زیرا این افسانه فقط درباره یک الهه نیست، بلکه درباره چیزی است که همه انسان‌ها در جستجوی آن هستند، چیزی که متون باستانی آن را برکت می‌نامیدند. و شاید بزرگترین راز لاکشمی همین باشد، اینکه حتی خدایان نیز نتوانستند او را برای همیشه نزد خود نگه دارند. اما سوال اینجاست، اگر روزی لاکشمی جهان را ترک کرد، آیا ممکن است دوباره چنین اتفاقی رخ دهد؟ و اگر رخ دهد، چه نشانه‌هایی از آن خواهیم دید؟ این پرسشی است که اسطوره‌ها پاسخی قطعی برای آن ندارند،